شماست. ما یک سو موندیم. ما دیگر در کار نیستیم پدر. پسرم خواهش میکنم آن رو به من ده. یگان قدم نگذارید، ایستید. قسم میخورم وگرنه اینجا رو آتش میزنم. بیا همراه نشسته آرامک صحبت میکنیم پسرم. میر التماس آن رو به من ده. دیگر درباره چی صحبت میکنیم پدر؟ این آتش به همش دخته میگذارم. چرا ما رو دوست نداشتید؟ چرا ما رو گوش نکردید؟ گپ زنید. آن خصوصیتی که آنها دارند و ما نداریم چیست پدر؟ برای من تو از قادر هیچ فرقی نداری پسرم. برایم هر دو یکی. باید فرق داشته باشه. من باید از این فرق داشته باشم. با این تهدیدکار، با این مکار مرا چخیل برابر میکنید پدر. خب پسرم این رو به من ده. نشسته آرام صحبت میکنی. یک وعده به آنها دادهتان از حیات من هم بالاتر است. با این همه من گناهکارم پدر. من که زنده ماندم باید تاوانش رو دهم. با چشمانم نگاه کرده جواب دهید پدر. جواب دهید به من لطفاً. تو هیچ گناهی نداری. فهمیدی پسرم؟ تو هیچ گناه نداری. آن تنها یک حادثه ناخوش بود. فهمیدی؟ دیگر کسی نمیخواهد که من با نیلگون آیله دار شوم. کسی تهدید نمی کند. قادر دست کشید. این درست است. این درست است. به من ده. آن را به من ده پسرم. اکنون دیر شد پدر. ایستا نکن. پسرم التماس نکن. میر خانم یک دقیقه ایسته. شما با کجا؟ کارت نباشد. اما خانم این طور نمی شود. من باید خبر دهم. اینوره اکنون تو مرا گوش کن خانم سوزان. Bana kızgın olabilirsin ama ya Çiçek, bunu ona yapamazsın bak. O seni çok seviyor, bunu ona yapamazsın. Biz size ne yaptık? Bizimle niye uğraşıyorsunuz? Hangi cüretle geldin buraya? Siz hangi cüretle benim kapıma geldiyseniz o cüretle. Kim bu kadın ya, kim bu kadın? Lan o kadın dediğin benim annem, benim canım. Ben Kemal'le evleneceğim. Benim 20 senedir içim yandı. Ateşten mi korkacağım ya? Sus. Sus. Yapsana be. Benden günah gitti Kadir Kayalar. Babam ve Ailesi yeni bölümüyle